اگر بخوام از زندگی کوروش کبیر رو واسهتون بگم، با این همه روایتی که نقل شده ازش، فکر میکنم کتاب ها بشه. اما به عنوان یک ایرانی، بخشی از زندگی نامه کوروش رو واسه شما میگم که شما هم بدونید این بزرگ مرد کی بودن. کوروش کبیر، یا همان کوروش دوم هخامنشی، یکی از بزرگترین فرمانروایان تاریخ ایران و جهان به شمار می آید. او در حدود سال 590 پیش از میلاد در منطقه‌ای به نام انشان در استان فارس امروزی دیده به جهان گشود. پدر او کمبوجیه یکم، پادشاه انشان، از خاندان هخامنشی بود و مادرش ماندانا، دختر آستیاک، آخرین شاه ما به حساب می‌آمد. بنابراین کوروش از طرف پدر به دودمان پارسی و از طرف مادر به خاندان مادها وابسته بود. همین پیوند خانوادگی بعدها در مشروعیت او برای حکومت بر مادها نقش مهمی ایفا کرد. درباره کودکی کوروش روایت مختلفی نقل شده است. مشهورترین روایت را هرودوت تاریخ‌نگار یونانی ذکر کرده است. به گفته او، آستیاک خوابی دید که از نوه‌اش خطری برای سلطنتش پیش خواهد آمد. او نگران شد و دستور داد نوزاد را از میان ببرند. مأموران دربار کودک را به چوپانی به نام مهرداد سپردند تا او را نابود کند. اما چوپان دلش به رحم آمد و به جای کشتن نوزاد او را به همراه همسرش بزرگ کرد. کوروش در کودکی در میان چوپانان پرورش یافت و زندگی ساده ای را تجربه کرد. با این حال روحیه فرماندهی و قدرت رهبری او از همان سالهای نخست آشکار بود. روایت شده که در بازی‌های کودکان روستا همواره نقش پادشاه را بر عهده می‌گرفت و کودکان دیگر از او فرمان می‌بردند. سالها بعد وقتی کوروش بزرگتر شد، حقیقت آشکار گردید و او به خاندان سلطنتی بازگشت. او از همان نوجوانی نشان داد که شخصیتی شجاع، خردمند و متفاوت با دیگر شاهزادگان دارد. کوروش برخلاف بسیاری از همعصرانش علاقه‌ای به تجملات بیش از حد نداشت و بیشتر به رفتار عادلانه با مردم و شنیدن سخنان آنان اهمیت می‌داد. همین ویژگی باعث شد که میان مردم عادی و قبایل فارسی محبوبیت زیادی پیدا کند. در حدود سال 550 پیش از میلاد، کوروش با حمایت قبایل فارسی و حتی برخی از اشراف ماد علیه آستیاک، پادشاه ماد و پدربزرگ مادریش قیام کرد. در نبردی سرنوشت‌ساز سپاه ماد شکست خورد و آستیاک اسیر شد. برخلاف رسم آن زمان که معمولاً شاهان شکست خورده را می‌کشتند، کوروش او را نکشت و با احترام به او رفتار کرد. این آغاز حکومت کوروش و بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود. پس از تسلط بر مادها، کوروش به سراغ لیدی رفت. لیدی کشوری ثروتمند در آسیای صغیر، ترکیه امروزی بود و پادشاهش کوروزوس به ثروتمندترین انسان جهان شهرت داشت. کوروزوس به کوروش حمله کرد، اما کوروش با نبوغ نظامی و تاکتیک‌های هوشمندانه‌اش او را شکست داد. باز هم کوروش برخلاف پادشاهان دیگر کوروزوس را نکشت و او را به عنوان مشاور نزد خود نگه داشت. این رفتار نشان از روحیه متفاوت و انسانی کوروش داشت. یکی دیگر از بزرگترین فتوحات کوروش تسخیر بابل بود. بابل در آن زمان یکی از قدرتمندترین دولت شهرهای جهان به شمار می‌رفت. در سال 539 پیش از میلاد سپاه کوروش توانست وارد بابل شود. نکته مهم این است که این فتح تقریباً بدون خونریزی انجام گرفت. مردم بابل از دست حکومت ستمگر شاه بابل ناراضی بودند و به همین دلیل کوروش را به عنوان آزادکننده پذیرفتند. کوروش پس از ورود به بابل معابد را بازسازی کرد و خدایان بابل را محترم شمرد. او حتی دستور داد مردمانی که به اسارت و تبعید برده شده بودند آزاد شوند و به سرزمین خود بازگردند. در همین راستا یهودیان که سالها در اسارت بابل بودند آزاد شدند و به اورشلیم بازگشتند. پس از این پیروزی بزرگ، کوروش فرمانی صادر کرد که بر روی استوانه گلی نوشته شد و امروز به نام منشور کوروش شناخته می شود.
در این منشور اصولی چون آزادی ادیان، احترام به ملت‌ها، لغو بردهداری اجباری و بازگرداندن مردم تبعید شده ذکر شده است. بسیاری از پژوهشگران این سند را نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان می‌دانند. کوروش در طول حکومتش امپراتوری را بنیان گذاشت که از شرق تا هند و از غرب تا مدیترانه گسترده بود. برای اداره چنین سرزمین پهناوری او نظام منظمی ایجاد کرد و کشور را به بخش‌هایی تقسیم کرد. این روش باعث شد اقوام مختلف با فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت بتوانند در کنار هم زندگی کنند بدون آنکه احساس اجبار در تغییر سبک زندگیشان داشته باشند. شخصیت کوروش یکی از مهمترین دلایل موفقیت او بود. او هم جنگاوری شجاع، هم سیاستمداری خردمند بود. اما مهمتر از همه انسانی عدالتجو و بخشنده به شمار می‌رفت. دشمنان شکست خورده را نمی‌کشت، به عقاید ملت‌ها احترام می‌گذاشت و از تجمل‌گرایی پرهیز می‌کرد. یونانیان با وجود آنکه دشمن ایران بودند، در نوشته‌هایشان بارها از کوروش به عنوان پادشاهی نیک و دادگر یاد کردند. لقب‌هایی چون پدر ملت‌ها یا شاه دادگر از همین ویژگی‌ها سرچشمه گرفته است. اما زندگی کوروش هم سرانجامی داشت. در حدود سال 530 پیش از میلاد او در نبردی در آسیای میانه کشته شد. روایت‌ها درباره چگونگی مرگ او متفاوت است، اما اکثر منابع از نبردی سخت یاد کردند که در آن کوروش جان خود را از دست داد. آرامگاه او در پاسارگاد در نزدیکی شیراز ساخته شد. این آرامگاه بنایی ساده اما با شکوه است که همچنان پابرجاست و نمادی از عظمت او به شمار می‌آید. میراث کوروش کبیر فراتر از مرزهای ایران گسترش یافت. اندیشمندان یونانی مانند هرودوت او را ستودند و حتی در دوران جدید متفکرانی چون توماس جفرسون از بنیانگذاران ایالات متحده به منشور کوروش توجه ویژه‌ای نشان دادند. او نه تنها بنیانگذار بزرگترین امپراتوری جهان باستان بود، بلکه الگویی از رهبری عادلانه، خردمندانه و انسانی ارائه داد که تا امروز در تاریخ بشری ماندگار مانده است. همونطور که بهتون گفتم، اگر من میخواستم کتاب اصلی یا زندگی نامه اصلی کوروش رو براتون میخوندم، شاید ساعتها یا روزها طول میکشید. اما به عنوان یک ایرانی همینقدر هم کفایت میکنه که بدونیم کوروش کبیر که بود.